السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیده. سلام خدا بر وجود نازنینی که اولین شهید و شهیده راه ولایت بودند و هستند و خواهند بود و انشاءالله خدا به من شما توفیق بده که در مسیری که ایشان و فرزندانشون برای ما ترسیم کردن، از جمله آخرین فرزند معصومشون حضرت حجت ارواحهم له الفدا، همیشه زندگی گام برداریم و به اون افقهای روشنی که برامون ترسیم کردن انشاءالله برسیم. در این مسیر حجت الاسلام و المسلمین نصوری عزیز به ما کمک میدن. این نوبت هم قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمدید. عرض سلام و ادب خدمت شما و همه بیننده های فریختتون. بنده همین ایام رو تسلیت عرض میکنم. ما هم به شما. انشالله قسمت بنده و شما و همه عوامل و بیننده ها باشین ایام بریم بین الحرمین، الهی آمین، کنار گنبد خضراء نبی اکرم و ائمه بقی و این تسلیت رو به ساحت نورانی آقا امام زمان علیه السلام انشالله داشته باشیم. انشالله اون روزی که دیگه زوار وقتی برمیگردن این تک بیتو نخونن زیر بیت نزدیکه. اینی که میگن که یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. انشاءالله خیلی زود با ظهور هست ولی عصر. ابوی ما نقل میکرد چون از علمایی بودن که در نجف بودن، گفتن که آیه حکیم رحمت الله علیه اومده بودن مدینه، روز اول بغض کرده بود و خیلی گریه کرده بود. گفتن آقا جان مشکلی پیش اومده، مسئله ای هست و فضای معنوی اینجا بوده. اینا یه تعبیری به کار برده، عذرخواهی میکنم از ساداتی که برنامه رو میبینم. گفت من چه فرزندی هستم که بیام مدینه ندونم قبر مادرم کجاست. و این یکی از سندهای قوی است که هم مظلومیت امیرالمؤمنین رو میرسونه و هم مظلومیت زهرای مرضیه سلام الله علیها، که واقعا چه کرده زهرای مرضیه که باید قبرش برای همه ما مخفی باشه و این چه اتفاقی بود که افتاد و از این مظلومیتش همه ما باید گریان باشیم. و با این در واقع نکته که مادر هممون هستن از زهرا، یعنی قبر مادر هممون همینطور از دیده همون مخفیه و این چه جور بچه‌ای که قبر مادرش فرمودن واقعا برای هممون مصداق داره. چون من بارها عرض کردم این که پیامبر فرمودن انا و علیون ابوازل امه دیگه مشخصه دیگه، وقتی میگه چون 100 آمد 90 هم میشه. از زهرا مادر همه ما هستش. خب عرضم به حضور شما که ما چون در آستانه شهادت حضرت مادر هستیم، طبیعیه که ما برنامه منعطف خواهد شد به وجود نازنین حضرت زهرا سلام علیها. یه فرمایشی هست و یه عبارتی هست که من اول برنامه هم یه اشاره کردم، به مردم عرض کردم که حضرت حجت فرمودن که دختر نبی خدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای من اسوه و الگوست در زندگی. این عبارت و جمله از کجاست؟ سندش چیه؟ اگه ممکنه شما بیشتر تبیین بکنین و یه توضیح بیشتر که منظور حضرت چی هست از این جمله. درست. نکته خیلی خوبی اشاره کردید. من قبل از اون یه مقدمه کوتاه عرض کنم که نسبت به فاطمیه و این از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست که یکی از آیین‌های زمین مانده‌ای که باید احیا میشد و فرهنگ سازی میشد در جامعه و فرهنگ حضرت زهرا سلام الله علیها در جامعه در بین خانواده ها رشد پیدا میکرد. خب بحث شهادت حضرت زهرا بود که الحمدلله روز به روز میبینیم بر عظمت و معنویت اون افزوده میشه و تشکر داریم از مجموعه‌ای مثل شما رسانه ملی که یه بخشی از برنامه‌هاتون رو در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها قرار دادید. این نکته که حضرت علی اشاره کردید، بله، در توقیعی که امام زمان علیه السلام دارن که در کتاب الغیبت شیخ طوسی هست. خب میدونید شیخ طوسی در دوران آغازین غیبت کبرا خب کتاب‌های خاص تو مهدویت مثل کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق هست که به دستور امام زمان نوشته شده و جلوتر که میایم در زمان آل بویه رو هست که اون زمان شیخ مفید میاد کتاب الارشاد رو می‌نویسه، شاگردان زیادی تربیت میکنه برای بسط فرهنگ تشیع در جامعه مثل سید رضی، سید مرتضی، ابن براج، مرحوم کراچکی و اقدامات خوبی کردن. اما
تا حالا هرچه برنامه بود همش در بغداد به عنوان حاکمیت جامعه اسلامی بوده. درست. زمان شیخ طوسی که دیگه معروف شد به شیخ و طائفه، اون زمان ایشون برای محاجه با واقفیه، یعنی اولین بار بود که ایشون عملاً استدلال‌های عقلانی رو وارد در متون اعتقادی ما کرده. یعنی تا حالا هرچه بود نقلیاتی بود، منابعی رو بیان می‌کردن که نقلیات هم که ایشون جمع کردن در کتاب الغیبت بیشتر دنبال اثبات 12 امام بود. یعنی روایاتی آوردن اونجا حتی تأکید دارن الائمه 12 لا یزیدون ولا ینقصون، ائمه 12 تا رو می‌خوایم ثابت کنیم که همینطور بوده از اول. در اونجا طبیعی که به بخشی از جریانات انحرافی هم اشاره میکنه، به مدعیان، منحرفین، افرادی که یا نسبت داده شده باشند به اینها هم اشاره میکنه. خب از زمان امام صادق علیه السلام به بعد یک سازمانی برای مدیریت جامعه شیعه شکل گرفت به نام سازمان وکالت که البته خب اینها مأموریت‌های خاص خودشون رو داشتن. بعضی از وکلای مستقر بودن در یک جایی، بعضی از وکلا فصلی بودن، مناسبت هایی می رفتن می اومدن، بعضی از وکلای سیار، ثابت و فصلی، یعنی 3 بخش تقسیم می شدن. خب اینا هر کدوم یه سروکیل داشتن، دستورات، سازمان کاملا و جالب فقط در بین شیعیان بوده. یکی از افرادی که در دوران ائمه ما وکیل بوده ابن ابی غانم قزوینی بوده که وکیل امام هادی و بعد امام عسکری علیه السلام شده. خب به طب انسانن دیگه، امروز هم میبینید طرف میبینید انقلابی بود بعد خطا کرده از مسیر انقلاب خارج شده، انقلاب که نمیخواست خطا کنه، یا مثلا طرف نعوذ بالله یک فرد متدین مؤمن خوبی بود خطا کرد. یعنی اصل دین که نگفته تو برنامه‌ات این خطا رو انجام بده. اینا وسوسه هایی است که انسان پیش میاد، ریزش ها و رویش هایی است که در مسیر اینا طبیعیه. بله نباید باشه ولی هست. در زمان خود اهل بیت همینه، بعضی از وکلا و نائبین عام امام یا نائبین خاص امام وسوسه می شدن دیگه، طبیعی بوده. یکی از اون همین ابن ابی غانم بوده. خب بالاخره اینا موقوفات دستشون بود، وجوهات دستشون بود، جایگاهی می گرفتن، پست و مقام، یه اعتباری، خودش انسان خدای نکرده غرور نگیرتش. ایشون بعد از امام حسن عسکری علیه السلام برای جانشینی امام عسکری علیه السلام در بین شیعیان با ایشون اختلافات ایجاد میشه. شیعیان یه نامه ای رو به امام زمان علیه السلام مینویسن. که میدونید توقیع یعنی نامه هایی که امام معصوم خودش مینویسه یا جواب میگه و خودش مهر و امضا میکنه. که این که تعبیری که حضرت های داشتید همین بوده که در اونجا در جواب نامه شیعیان امام زمان مطالبی مینویسه که یه بخشش همینه که اونجا حضرت ابتدا جالبه در اون توقیع میگه بعد از دعا برای عافیت شیعیان از ضلالت و فتنه ها. اینا خیلی درسا. این نشون میده که انسان وقتی که در این فضای خفقان اینجوری قرار گرفته توسل و تمکن به خدا باشه، یعنی از خدا طلب بکنه که این هدایت اتفاق بیفته و ما بدونیم مشمول دعای امام زمانیم در هر لحظه. آفرین. کلیده همینجاست. بعد اونجا جالبه درخواست میکنه امام روح یقین و عاقبت به خیری رو برای شیعیان. نکته مهم اینجاست که یک زن با این سن کم ببینید به مقامی میرسه که خاتم الاوصیا اونو الگو خودش قرار میده و درس برای بنده و شما و بقیه که این الگو ما هم هست، فقط الگو زنان نمیتونه باشه. بله. و این نکته مهمتر اینه که بریم تو کلام نبی اکرم. پیامبر 3 تعبیر خیلی لطیف از حضرت زهرا سلام علیها داره. این 3 تعبیر رو میشنویم از شما بعد از فاصله که انشالله از دوستانمون گرفتیم در خدمت شما برگشتیم. 3 تعبیر لطیف پیامبر از حضرت زهرا سلام الله علیها. بریم برگردیم بشنویم از شما. بسم الله. سلام خدا و همه ذرات عالم به وجود مطهری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. ما در خدمتیم. توی این فاصله باقی مونده کلا بشنویم و استفاده کنیم. اون تعبیری که از رسول داره نسبت به زهرا، البته اینو با دقت کنیم. پیامبر وقتی این تعابیر رو نسبت به دخترشون دار میگن، این خدای نکرده بالاخره پیامبر معصوم بوده، او انسان کامل هست. این خدای نکرده نعوذ بالله رو هوا و هوس اینجوری نیست که دخترشو داره میگه. نه، ما به عنوان شخص پیامبر عظیم الشأن خودمون که نسبت به یه شخصی که کاملا مورد رضایت اون قرار گرفته داره میگه. میگه حضرت زهرا سیدة نساء العالمین. حضرت زهرا میگه سیدة نساء هذه الامت، سیدة نساء اهل الجنه.
ببینید این خیلی تعابیر زیبایی است و لطیفی است که پیامبر نسبت به زهرای مرضیه، یعنی میتواند یک دختر با سن کم به این مقام برسه، یعنی این ظرفیت رو خدا به هممون داده که به اینجا برسیم. حالا تو متن زندگی زهرای مرضیه اصل اول اصل توحید محوری است، چیزی که امام زمان علیه السلام از همه ما میخواد. آقای قوامی وقتی حضرت زهرا وارد خانه امیرالمؤمنین شد شب اول یعنی شب زفاف، شب اول ازدواج، ببین چقدر روح توحیدی داره. رو میکنه به حضرت امیرالمؤمنین میگه علی جان کجای خانه را محل عبادت خودمون قرار بدیم؟ انس با قرآنی که زهرای مرضیه داره. امام زمان چقدر انس با قرآن داره. شما همین خطبه فدکیه که حضرت زهرا سلام علیها ببین چقدر آیات زیبایی به کار برده. یعنی خود این نشون دهنده تسلط و اشراف ایشون به آیات، به ادعیه، به تهجد، به زهدش. اینا هر کدوم نگاه میکنید درسته در یک خانه ای که تربیت شده اون خانه باید اینجور خروجی داشته باشه، ولی اینجور هم نیست، وسوسه ها انسانه. بله. این نشون دهنده اون نگاه زهرای مرضیه نسبت به این قضیه است. لذا 3 محور شناخت کلی تو زندگی زهرای مرضیه ما میتونیم دنبال کنیم که ماها که به عنوان یک جریان مهدوی میخوایم و امروزه سبک زندگی منتظرانه داشته باشیم، زهرای مرضیه میشه اینها رو الگو قرار بدیم. یک، امام شناسی که زهرای مرضیه داشته. وقتی که دید امامش در یک جامعه مظلوم واقع شده است، حرکت کرد، ننشست یک گوشه فقط دعا کنه، چون میدونست که نسبت به امامش باید پاسخگو باشه. یکی از یاران آقا امیرالمؤمنین در منطقه احد سر قبر حمزه سید الشهدا بود، انشالله قسمت همه ما بشه. میگه از دور دیدم حضرت زهرا سلام علیها داره میاد. میگه رفتم به جلو به زهرا گفتم زهرا جان علی چرا تو خونه نشسته؟ چرا کاری نمیکنه؟ تو خونه نشستن که کار درست نمیشه. بیاد میدون بگه من کی هستم، بگه من امامم، مردم بیاد با من بیعت کنید. حضرت زهرا در مقابل این شبهه میدونی چی جواب داد؟ گفت امام همچو کعافه، امام همچو کعبه است، شما باید برید سراغش. وقتی در خانه نشسته بود در حالت جانبازی، میگن کش شبح شده بود، حتی دعا میکرد الهی عجل وفاتی سریعا. ای چه کردم با زهرای مرضیه این اتفاق؟ دعا داره میکنه خدا مرگمان برسون. به امیرالمؤمنین برگشت گفت که علی جان از من راضی هستی؟ میگن حضرت خیلی گریه کرد. خب مظلوم و مظلومه کنار هم، ببین حضرت چی داره سوال میکنه. خب من اگر امام شناس خوبی هستم واقعا یه بار شده بگم امام زمان از من راضی هستی؟ امام شناسی اینه دیگه، یعنی لحظه لحظه زندگیمو چک کنم ببینم امام از این رفتار من، از این عمل من، از این نگاه من، تفکر من راضی هست یا نیست. این امام شناسی رو میرسونه که لذا زهرای مرضیه میره اعتراض میکنه به در خانه مهاجر و انصار، میگی چیکار دارید میکنید؟ پیامبر مگه نفهم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه؟ اینا غفلت هایی است که بر شما ایجاد شده. دوم زمان شناسی که زهرای مرضیه، یعنی صبر نکرد ببینه چه اتفاقی میفته، کی میاد جلو کی نمیاد. احساس مسئولیت کرده، احساس تکلیف کرده. من یادم نمیره تو فتنه 88 خیلی سکوت کرده بودن. من خودم از یکی از خواص سوال کردم چرا چیزی نمیگید شما؟ گفت بذار اوضاع آروم بشه تا بعد. اوضاع آروم بشه تا بعد که ای بابا، نائب امام تنهاست، باید یاریش بدید. کسی این تفکر رو داره سکوت کنه، در زمان امام هم سکوت میکنن. همونایی بودن که در زمان امیرالمؤمنین ساکت شدن، ولی زهرای مرضیه حرکت کرد. حتی اون جریان بیت الاحزانی که برای حضرت اتفاق افتاد، خب ورودی شهر مدینه بود. حضرت چرا اونجا نشست؟ مردم که می اومدن ببینن رسول الله از دنیا رفته، چیکار کنیم چیکار نکنیم، به دختر نبی اکرم تسلیت بگیم، به امیرالمؤمنین تسلیت بگیم. اصلا فضا چه اتفاقی افتاد؟ دیدن یک کسی اونجا گریه میکنه، میگه چیه؟ افشاگری میکرد، جهل زدایی میکرد. حتی حاضر نشدن اون بیت الاحزان رو هم نگه دارن، خرابش کردن. حتی به امیرالمؤمنین میگفتن به زهرا بگو یا شب گریه کن یا روز گریه کنه. یعنی به زمان به موقع از فرصت ها برای دفاع از امام زهرای مرضیه استفاده میکرد. اینا درس هم هست. سوم دشمن شناسیه. یعنی تو وصیت نامه زهرای مرضیه سلام علیها به امیرالمؤمنین وقتی وصیت میکنه مثلا جالبه، حالا نکاتی داره که مثلا علی جان بعضی که منو دفع کردید برای من قرآن بخون.
نذار که مثل من تو با قبر انس بگیرم. بعد به فرزندانش سفارش میکنه. بعد میگه که منو شب دفن کن. یعنی اعتراضه. شب بر من نماز بخون، تشییع من شب باشه. ببینید این همه اعتراضه. نذار کسی تشییع من بیاد. آره. یا نهی میکرد در ملاقات افرادی. اینا نشون میده که شاخصه کسانی که از ولایت فاصله گرفتن، انسان باید فاصله بگیره. لذا امروز منم همینطور باشم. دشمن نه اینکه طرف مخالف آدم میتونه کنار بیاد، ولی دشمن که نباید کنار بیاد. دشمن کسی است که مبانی تو رو قبول نداره. دشمن کسی است که اعتقادات تو رو زیر سوال میبره. زهرای مرضیه چه در خطبه هایی که داره، چه در وصیت نامش، چه در عمل و رفتار خودش نشون میده کسانی که معیار رو با امیرالمؤمنین جدا کرد، علی مع الحق و الحق مع علی، ما رو همینجاست. یعنی کسانی که علی ازشون راضی نیست، از اینا احساس اعلام براءت بکنید. اما نه، اونایی که با امیرالمؤمنین بودن با اونا بیعت کنید، همراه اینا باشید، همراه باشید، یعنی تو مسیر با اینها حرکت بکنید. لذا هم امام شناسی زهرای مرضیه، هم زمان شناسیشون، هم دشمن شناسیشون به عنوان 3 محوری است که ماها امروزه به عنوان منشور فاطمی باید در زندگی خودمون داشته باشیم. که ببینید واقعا چقدر من امام زمانم رو میشناسم، نسبت به این امام زمانم چقدر دفاع میکنم، نسبت به این امام زمانم چقدر ارادتم رو نشون میدم، نسبت به این امام زمان من چقدر تونستم دل حضرت رو شاد کنم و دشمنای حضرت رو از خودم دور بکنم. لذا این حرکت‌های زهرای مرضیه و دفاعی که زهرای مرضیه کرد و در این راه واقعا سنگ تمام گذاشته. خب هم خودش جانباز شد، فرزندش شهید شد، خانه نشین شد. هر چه زهرای مرضیه توی این مسیر که نگاه میکنیم، یعنی نماد دفاع از امام رو باید زهرای مرضیه سلام الله علیها ببینیم و از اون و دفاع از تمام مسیری که نسبت به یک مظلوم اتفاق بیفته. این مظلومه این کار رو کرده نسبت به کسی که مظلوم واقع شد در جامعه. لذا وقتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میبینه زهرای مرضیه تنهاست، زهرای مرضیه غریبانه ازش دفاع کرده، برای شکرگزاری نسبت به این قضیه وقتی که خبر شهادت زهرای مرضیه سلام الله به امیرالمؤمنین میرسه، خب علی فاتح خیبر بود، علی حیدر کرار بود، میگن حضرت با صورت به زمین خورد. یعنی تمام اون دنیا انگار سر امیرالمؤمنین خراب شده. خب همسرش یه طرف، از یه طرف یه مدافع به تمام معنا و صادق و در مقابل خودش دیده و نسبت به یاران امام اینطوره دیگه. امام نسبت به یارانش توجه داره. دید زهرای مرضیه سنگ تمام گذاشته، امیرالمؤمنین حتی یکیش در زمان صفین و امیرالمؤمنین میگه محاسنتون رو خضاب نمی‌کنید. 30 سال بعد از شهادت زهرای مرضیه، 30 سال بعد گفت من عزادار زهرا هستم. یعنی امیرالمؤمنین تا این حد نسبت به زهرای مرضیه و زهرای مرضیه نسبت به هم، اینا واقعا سنگ تمام گذاشتن، هم نسبت به دفاع از امیرالمؤمنین زهرای مرضیه و هم نسبت به این مسیری که تونسته احیا بکنه. چون مردم خیلی دچار غفلتن، خیلی دچار فراموشی‌ان، این ذات انسان اینطوره. لذا زهرای مرضیه اومده با این حرکتش این نگاه رو احیا کرده و انشالله ما هم بتونیم با احیای فرهنگ زهرای مرضیه بتونیم این مدل رو در زندگی خودمون داشته باشیم. یعنی عملا اگر او در مسیر دفاع از امام خودش جانباز شد، شهید داده و خودش هم در این راه به شهادت رسیده، ما هم همینطور بشیم. ولی مستشهدین بین یدی، این انتظاری است که امام از ما داره. خیلی ممنونم آقای نصوری، دست شما درد نکنه. خیلی پرمغز و پرمحتوا و مثل همیشه بهره مند شدیم. اجرتون با حضرت زهرا. سلامت باشید. اوامری نداریم؟ نه، انشالله که بتونیم ما رهرو راه زهرای مرضیه سلام الله علیها باشیم و این خانم بزرگوار رو الگوی زندگی خودمون قرار بدیم و بتونیم انشالله همون جوری که زهرای مرضیه سلام از امام زمان دوران خودش دفاع کرد، ما هم جزء مدافعین حریم امام زمان علیه السلام باشیم انشالله. خیلی ممنونم. خبری میرسد از راه، خبر نزدیک است. آب آینه بیارید سحر نزدیک است. قطره چون رود شود راه به جایی ببرد. به دعای فرج جمع اثر نزدیک است.
راه دور دل ما تا به در خیمه او از در خانه زهرا چقدر نزدیک است. عاقبت حرم فاطمه را می سازیم. بار بند برادر که سفر نزدیک است. انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج. یا زهرا. خدا